Давай! Вперед! Qilagan ishlarimiz bor. Albatta bu ishlarni 1 milliondan pul tashladik. Mana shunday qilib maqsadimiz mana shu bizning qishlog'imiz obod bo'lsin. Qishlog'imizning asosi xotira maydoni. Chunki xalqimiz, yoshlarimiz gul qo'yishni kim qayerlarga boradi, lekin bu yerda o'zlariga tegishli ota bobolari, qarindosh urug'lari mana shu yerda yotibdi. Shuning uchun mana shu yerga tashkil qilishni lozim topdik. جنگ افغانستان را با این روز مبارک با روز خاطره و قدرشناسی از تحت دل از نام تمام کلکتیومان از نام تمام خلق اهالی تبریک و مبارکباد می‌نمایم. полях Европы, Беларуси, Украины, более 100 жителей нашего села, более 100, которые не вернулись с войны, Второй мировой войны. قبله‌ی امید و ارمانم وطن سنگ خارویت برایم گوهر است من بگیریم از برایت ای وطن کوه‌های سربلندت لاله‌زار آب‌هایت همچو قلبت بی‌غبار مردمانت صاف دل و خاکسار 4 فصلت می‌نماید چون بهار ای وطن جانم وطن جانم وطن وقت آن است ای قلم برنده تر گردی ز تیغ وقت آن است ای سخن برنده تر گردی ز برق تا به دشمن حمله آرند ریشه اش بوری ز بیغ تا رسی منحوس انچر را کنی به شاخ و برگ شورای شریف پایبندی خاطره اعلان کرده شده است. برای همین از شما التماس با پس دروازه ایستاده همه یک جایه همه خاطره حاضر و اجرا میرسانیم. سلامت باشید. محسن جان تز بید تز افغان بچه ها فارمه افغانی داشتگی ها بشنوید میمان ها یکی نگه یختگی گیریتون داری؟ دستاتون به یختگی گیری؟ یکی نگه افغان ها
Hozir, jak hozir men e'lon میکنم. Mikrofon ating. مهمانان عزیز با اجازت شمایان برای خاطره و قدرشناسی کشاده شدن گوشه خاطری همتنیک در دهه آهلیگ را خرسک بلند زند و لنته خاطره را مویسفیدان و اشتراکچیان جنگ یک جایه میبرند. مرحبا. تقریبانی ایام سمرقند رو بذارم. مرحبا. روز خاطره مبارک شود. بزرگ وطنی و خاطر اشتراکچیان جنگ افغانستان از نام نورانیان محله. مهمانان عزیز جایگیر شوید. مرحمت. قطار پیشوا افغاناشنا دلگاتسی که امروز به ریسپوبلیکای جانجان ازبکستان از ریسپوبلیکای برادر تاجیکستان در ناحیه سمرقند در دهه همیشه بهار آهلی در یکی از روزهایی که در تمام خاطر
خاطره انسان ترقی پرور روز 9 می روز خاطره و قدرشناسی تشریف آوردند. از نام خلق آهلیک، از نام مردم سربلند سمرقند همه شمایان را خیر مقدم میگویم. دوستان عزیز، در تاریخ صحنه های هستند که برای آن نقطه های صحنه به رسیدن چقدر جانبازی ها شده است. سالهای 1941 و 45 وزنین ترین سالهای دنیا بود. از سابق دولت اتحاد شوروی، از دولت SSSR برای 9 می به آمده رسیدن 27 میلیون آدم قربان گردید. از آن جمله از رسپوبلیکای ازبکستان، از ولایت سمرقند بسیار جوان مردانی که اولین لحظه های حیات را سر کرده بودند و دستشان یراق گرفته برای حمایه وطن، برای حمایه مادر زمین رفته جان خود را عطا کردند. در دهه آهلیک با تشبس شادروان صاحب نظرک نظرف اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی آهلیک سال 1972 با تشبس خلقمان من انمی جایی که ما و شما ایستادیم یک پایمتنیک خاطروی کشاده بودم. با مرور زمان، با مرور وقت من همین پایمتنیکمان یک احوال کم در که خرابه با آمده رسید. ما و شما کمتر بیخبر شدیم از همین، لیکن 100,000 شکر با تشبسی رئیسان محله، با تشبس اشتراکچیان جنگ افغانستان، با تشبس حامیان محله، با تشبس جوانمردان آهلیک این گوشه قبرستانی که برای آهلیکی ها از همه قدرناک حساب می شود از سر نو آباد گردید. این سرشوی آباد شوی این خبر است. من همراهی رئیس ها، همراهی افغان ها گپ زدیم. اینجا من بسیار هم نقشه های کلان دارم. امروز در عرفه 9 می روز خاطره و قدرشناسی از نام تمام شهیدان جنگ و همه شمایان میمانان عزیز، همدیاران عزیز، خاطره همین ها را پاک داشته امروز قدم رنجه کردید و شمایان آفرین میگویم. اجازت دیدم لینه که تنتنوی جمع آمدی تنتنوی را بخشیده به روز خاطره و قدرشناسی در قبرستان مرکزی آهلیک در خیابان شهیدان با خرسدهای شما کشاده گفته اعلان میکنید.
تشکر. برای خلق آهلیگ را تبریک نمودم از نام خودشان، از نام حاکم ناحیه سمرقند، از نام نورانیان ناحیه سمرقند سخن و استاد عزیزمان سید صابر مردانov داده می شود. برحات Assalomu alaykum aziz mehmonlar, muhtaram mehmon va mezbonlar, aziz faxriy jangchilarimiz, yoshlar, keksa avlod vakillari, opa-singillar, bugun yurtimiz bo'ylab xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tadbirlar davom etmoqda. Mana bugun Ohalik mahallamizda ham darhaqiqat yuqorida aytib o'tganlaridek ozroq esimizdan chiqarib tarixni yaratishga ozgina kech bo'lsa, lekin baribir mana bugun xotira maydoni barpo etildi. Albatta bu o'zi bo'lmaydi. Qancha mehnat, qancha tarixda iz qoldirgan tumandoshlarimiz, mana shu zamindan ikkinchi jahon urushiga otlanganlar, qaytib kelmaganlar va qaytib kelgan va bugungi kunda oramizda bo'lmagan aziz ota-bobolarimiz ruhlariga bag'ishlangan mana shunday yodgorlik majmuasi barpo etildi. Uning yoniga mana qaranglar, Afg'on urushi 80-yillarda boshlangan bo'lsa, yosh navqiron aka-ukalarimiz ham borib, ayrimlari o'sha yerda shahid bo'lganlar, aksariyatlari qaytib kelganlar va ularning ham ruhlariga bag'ishlab mana shunday taxta barpo etildi. Samarqand tumanida ikkinchi jahon urushiga ketib bugungi kunda hayot bo'lgan bir nafar otaxonimiz Ahad bobo Ochilov ham bugun oramizda yuribdilar. Arabxona mahallasida Samarqand viloyati bo'yicha bir nafar qolganlar. Mana qarang, tirik tarix. Men o'ylaymanki, mana yoshlarimiz ham ishtirok etyapti bu ochilish marosimida. Ular har kuni mana shu yerdan o'tib, har bir familiyani o'rganib, har bir inson Samarqand tumanidan agar urushga otlangan bo'lsa, kimnidir bobosi, avlod ajdodi, ularni bilishimiz kerak. Ularni hech qachon yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Shuning uchun men bugungi tadbirga kelganlarga mana shunday xotira majmuasi muborak bo'lsin deyman. Samarqand tumani hokimligi, Nuroniy jamg'armasi a'zolarimiz bilan birga kelganmiz. Muborak bo'lsin deyman. Bayram muborak bo'lsin deyman. Mehmonlarimiz Tojikistondan tashrif buyurgan xush kelibsizlar deyman. Xush omad eting bugun. Yaxshi kunlarimizga hamisha xizmat qilsin. Yosh oilalar barpo bo'lgan paytda mana shu xotira maydoniga kelib, agar ularning bir yod etsalar, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Hammangizga bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Sayın So'ng'ich tashakkur. من در اول سخن گفتم در دهه آهلیگ 6 تا قبرستان باشد. برای فکر من قبرستانی اساسی همینجا، چون که در مابین همین لوحه 101 نفر جنگ برفته از جنگ گشته آمده. یک قسمشان خاکشان همینجا، یک قسمشان تمام دنیا با خاکشان پریشان. افغان‌های آهلیگ مصلحت کردن، رئیس‌های محله مصلحت کردن. بعد از جنگ دوم جهان آمده در دهه آهلیگ آباد کرده. با خواهش خدا رفتن، من این گوشه را تیار کردن این آیه الهیده خاطرهشان گم نشود گفتن. باز مصلحت کردن و در این طرف تخته در جنگ‌های افغانستان از دهه آهلیگ سفربر شده و وفات کردگان خاطره کرده. اکنون این مجموعه پر شد. ما می‌دانیم که
کدام انسان در جنگ وفات کرده است، کدام انسان آمده وفات کرده است و کدام انسان در افغانستان بود. دوستان عزیز، خاطره همین های برای شاد کردن اجازه دید از قرآن کریم 2 آیت حاجی بابا یک ده حقش را دعا کنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قبول تلاوت قرآن عظیم و شب بخشت من کلام ربانی را آدم علیه السلام ماما حوا ابراهیم خلیل الله سرور زمین و کائنات امتان را پشت و پناه رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شاریاران صحابگان اکرام عزیزان اولیای الله گذشتگان عزیزان از عالم تا حاتم از حاتم تا این دم گذشتگان و خاک سمرقند باستانی خواب کردیم و همین دههای ما خواب کردیم که پدر و مادر در همین جنگ های بزرگی وطنی خدمت کرده شهید شده جان خودشان را فدا کردیم پدر و اجداد اولاد در جنگ های افغانستان خدمت کرده برای خلق وطن خدمت کرده جان خودش را فدا کردگی انسان ها گذشتگی من همینجا دست شدگی گذشتگی پدر اولاد مادر اولاد پروردگار و گذشتگاشون رحمت مغفرت گردان پروردگار و من همین خلق جماعت من همین قشلاق ما با پروردگار تینجی آسایشتگی و هستیم الحمدلله پاک و پروردگار خودت بردوام کن پروردگار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا سلام امروز در دهه آهالک در سر تدبیرمان گفتیم هم از تاجیکستان از شهر سمرقند از ناحیه های همسایه امروز مهمان شده ایستادند برای خلق آهالک اشتراکچیان جنگ افغانستان را با این روز مبارک تبریک کردن سخن بر رئیس جمعیت افغانهای ولایت سمرقند برادر عزیزمان ارکین جان مولانوف را تکلیف بکنیم
Erkinjon aka, marhamat. Xushomad edi akajon. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugungi bir qutlug' kunni, eng mo'tabar, muqaddas bir bayramini ishtirokchilari. Mana hozir aytildi, 1972-yil mana shu majmua dunyoga etilgan. Said Sobirovich aytdilar, bir orada qandaydir shunaqa munosabat bo'lib qoldi. Lekin muhtaram birinchi prezidentimiz 9-mayni xotira va qadrlash kuni deb e'lon qildilar. Bilasizlar, butun dunyoda siyosat o'sha janglarga nisbatan mana shunaqa munosabatlar holigacha bir aniq bir ikkinchi jahon urushi, ulug' vatan urushi deymiz, biz bilamiz. 72-yilga men 10-sinfni bitirib Tojikistonga o'qishga borganman. O'sha yillarda bilamiz qanday shu o'tganlarni vatan uchun ikkinchi jahon urushi deymiz, ulug' vatan urushi deymiz. Mana shu har bironta xonadon yo'qki, o'sha katta mamlakatni bironta xonadoni mana shu jangdan zarar ko'rmagan bo'lsa. Keyinchalik mana bo'lgan Afg'oniston urushi, mana taqdir taqozosi bilan bir mahdudlangan kuchlar Afg'onistonni, afg'on xalqini, mana shu inqilobini himoya qilishga, ularga ko'maklashish uchun mana shu jangga aralashganmiz. Mana shu jangning qurbonlari O'zbekiston bo'yicha 1545 nafar. Samarqand viloyatiga 165 nafar. Mana Ohalik qishlog'idan, Samarqand tumanidan 25 nafar. Ohalik qishlog'idan 2 nafar. Mana shu jangga Shamsiddin Sharofov, Mahmudqul Obroqulov do'stlarimiz, biz ularni mana shu Afg'onistondan kelib mana shu janozalarga qatnashganmiz. Mana shunaqa jangni kulfatini ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Lekin mana bugungi bir ulug' eslash, ulug' xotirlash kunida mana bir guruh Afg'on urushi ishtirokchilari Rajabboy aka Said Nazarov rahbarligida juda katta savobli, juda o'rinli, chiroyli ish qildilar. Mana shu endi shogirdlari, maktab, umuman qishloq ahli, mahalla, mana Jumaboy aka xudojniklar kishi mana shunday bir ulug' bir tashabbus qilib mana shu ishni tashkil qildi. Albatta bu yaxshi qadam. Ayni kunlarda hozir veteranlar to'g'risidagi qonun Oliy Majlisda ko'rilyapti. Oxirgi yillarda mana shu Afg'on urushi qatnash bizlarni mana shu kamtarona vatan oldidagi xizmatlarimizni hisobga olib juda yaxshi e'tibor beryapti. Respublika markazida Ona haykal majmuida 1545 nafar xotira kitobida hammani nomi kiritilgan. Hamma viloyatlarda xotira maydoni mana shu Motamsaro ona haykali o'rnatilgan. Bugungi kunga ham davom etyapti. Samarqand viloyatini mana Samarqand shahrini markazida 165 nafar alohida xotirlash, bu yerda 45 ming ikkinchi jahon urushida shahid bo'lganlarning ro'yxati, ularga ilova 165 nafar Samarqand viloyatidan, shu jumladan Samarqand tumanida 25 nafar xotira kitobi, muqaddas xotira kitobiga kiritildi. Aziz do'stlar, men Samarqand viloyat barcha endi oxirgi so'zimni oxiriga aytmoqchimanki, mana shu xotira qadrlash kunida biz katta mana e'lon qilganmiz. 165 nafar mana shu Afg'on diyorida bir begona yurtda bir mamlakatga yordamga kirib shu vatanning amrini bajarishga qatnashganlarni hammasini xotiralari, maktablar, ko'chalar nomlari qo'yilgan edi. Mana shu eng namunalisi Samarqandda, butun mana shu Markaziy Osiyoda yagona mana shu Afg'on urushi shahidlari xiyoboni yaqin. Rahmatli ustozimiz Rayba Hakimov joylari jannatda bo'lsin. U kishi mana shu juda bir katta ish qilganlar. Payariq tumanida 19 nafarga majmua qurilgan. Kattaqo'rg'on tumanida, Ishtixonda mana shu hozir mana shu eslash xotira yana davom etyapti. Mana shu ulug'
ishlar amalga oshirilgan. Mana bugungi kunda shunaqa bir bizlar, men aytmoqchiman, juda ulug' bir tashabbus Rajab aka. Bu savobli ish. Mana shu qilgan ishlaringiz, men birinchi kuni kelgandim. Qanaqa ahvol dedi, Said Sobir to'g'ri aytdilar. Juda chiroyli ish qilgansizlar. Mana shu biz hozir aytganmiz, 165 nafar Afg'on diyorida shahid bo'lganlarning har birini ko'chada hech bo'lmasa havlisini oldiga Said Sobir bir esdalik lavha qo'ydirsin. Shularning hurmatiga bir ko'cha obod bo'ladi. Yo'llari asfalt bo'ladi, ariq kovlanadi, daraxtlar shakr beriladi, darvozalar yoki o'sha har bitta hovlini tashqi qiyofasi shularning hurmatiga. Chunki mehmonlar keladi. Mana shu ko'chaga Sadri Saidov Afg'oniston Bog'izg'onda masalan Afg'onistonda shahid bo'lgan shu ko'cha obod yoki mana Ramoxon Obroqov yoki Shamsiddin Sharopovlar shunga o'xshagan har birini ko'chasiga, hovlisiga bir belgi qo'yilsa, yaxshi joy qo'yilsa, mana shu bu obodonchilik, bu vatanimizni taraqqiyotiga, yurtimizni go'zal farovon bo'lishiga juda katta bir xizmat bo'ladi. Do'stona aziz, mana Xayramaqdan megim az shahri Panjkent raftim. Dar shahri Panjkent ham yak majmui bisyor zebo. Hamisha guzoshtagi irho masalan tashabbusi jangorini bayni Ahmad Aliboy Barotov rais, hamon munosabatlar do'sti bayni Tojikiston va O'zbekiston, faqat do'sti Amir yodavari masalan jangu digar hodisaxoni yoki boxiri namoyandagoni san'at, adabiyot, shoirlar, navisandaho hamon bavosli hamon chiz munosabatlar ma Xo'jand raftim 25 nafara Xo'jand va bu tamomiy shukuh va shahomat minnatdori bayon میکنم. همین ما قبول کرده رفتن تاجیکستان و اشتراک کرده آمده من مهمانان بودا. همین خیلی سخنهای خودم رو گفتیم، این دوستی برادری همین خیلی ما در افغانستان بسیار دوستا همین چونکی همین زبان تاجیکی میتونسته که هر یکش دولت و برای همین اجرای وظیفه همچون ترجمان سه خلاصه گذاشتگی. من همین کارو با خیرمقدم میگیم بسیار این علاقه های نقض محاز با نزدیکی به تمامی دیگر ریسپوبلیکا های هم دوشنبه به دعوت کرده یک تدبیری چورابینی کلان تشکیل کردنی اینا با هم دعوتی خدا خواهد اینجا رفته اشتراک میکنیم. من شکربک سمدов رئیسی سابق رئیسی شهر پنجکند زادهی شهر سمرقند و تولد شدگی لیکن پنجکند رئیس بودن. ولایت سوق و معاون اولی رئیس ولایت بودن. deputat عالی بودن. همین کس خاطریشون و حاضر نام یک کوچه اون کس هم جنگاوری سابق جنگاوری اینترنشنالیست با قرار حکومت یک کوچه نامش دادگی خدا خواهد ما هم رفته اونجا اشتراک کردم. گفتنی من که وقتهای آخر همین چیزها با اعتبار داده من مکتب ها یا که محله ها همین چیزها همین اعتبار داده شده ما مینداری میکنیم. همین دیگر 16 تا رئیس شهر ولایت سمرقند همونها هم عبرت گرفته. من همیشه آبادی و سعی خودشون رو گذارن. این خدمتی ما برای وطن، خدمتی همچون وتران ها برای وطن میشن. برای دقت همه خوش آمدید رو میگیم. باز یک بار دیگر مینداری و همین فعال اشتراک کرده که آوا مکافات ما هست. خدا خواهد دوامی تازه میدن میسپاریم. تشکر. خوش آمدید. Erkinjon aka tashakkur. Ba tashabbusهای prezident respublikamon respublikای تاجیکستان سالهای آخر علاقه‌های دوستی بین تاجیکستان و ازبکستان زیاد شده ایستاده است. امروز موافق تکلیف یک گروه اشتراکچیان جنگ افغانستان آهلی و همین منزل زیبای آهلی از تاجیکستان برادر یک دلیگاسیون کلان اشتراک کرده ایستادند. حالا اجازه دید برای اهل سمرقند، اهل ازبکستان را تبریک کردم. از نام خلق تاجیکستان و رئیس جنگاوران بین الملل شهر پنجکند
و برادر عزیزمون علیبک برادر و یک قرصکی برای سر ادامه ایمان آباد. مرحمت علیبک که بیتم هماتون بیت مرحمت. آهلیک و سمرقند و ازبکستان و خوش آمدید اکا جان. خوش آمدید هم. السلام علیکم. رئیس جمهور یک بیرق خواهم. یک استادان محترم، همیارا خانم، طالب علمان، چقدر که امروز در روی جهان جشنگیری 80 سالگی غلبه برگردانی فستیوال 81 سالگی برگردانی فستیوال جشن گرفته سالانه همچون مهمان از تاجیکستان از شهر پنجگین برای تبریکات و شهر سمرقند و تومنی آهلیگ آمدیم. ما از نام تمام جنگاوران شهر پنجگین از تمام مردمی تاجیکستان شما را با همین روزی غلبه تبریک میکنم. حالا سخن به نماینده حکومت شهر پنجگین عباس کنم. السلام علیکم محترم مردم شریف سمرقند باستان تومنی سمرقند و دهه خیلی زیبا و آبادی آفرید. شاعر بزرگ تاجیک زندیات لایق شعری فرمودند مادران تا حال می پایند راه اسکران آخرین امید این امیدواران زنده باد. واقعا امروز یک روز خیلی خجسته است که با ابتکار رهبریت تومنی سمرقند مردم سربلند دهه آهلی شورای سابقه داران جنگ و مهنت و سربازان بین الملل این دیار یک گروه نمایندگان را از شهر باستانی پنجگین به این محفل خیلی زیبا که در جمهوری ازبکستان آن را روز خاطره و قدریت میگویند و در جمهوری ازبکستان ما امروز را همچون روز غلبه تجلیل میکنیم و در کشور عزیز ما از 3 می تا 9 می همچون هفته پاس خاطر به افتخار و ارزگزاری قهرمانان جنگ بزرگ وطنی سربازان بین الملل آن نفرانی که برای برقرارسازی ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان جان خود را نثار کردند تجلیل می‌گردد. واقعا امروز دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک دوستی خلق‌های تاجیکستان و ازبکستان و شرافت سیاستی دو ابرمرد میدان سیاست پرزیدنت‌های جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف و یک سطحی بلند برآورد که این ما را خیلی فراوان ساخت و امید میکنیم که در آینده این همکاری ها باز هم گسترش می‌یابد و در این روز خیلی خاطرمان و همه اونهایی که در راه وطن جان نثار کردند خداوند منزل آخرتشان را آباد گرداند و با همه نسل‌های نو اطمینان داریم که آنها خاطره پدران و بابایان شهرتمند خویش را همیشه حفظ میکنند و از آنها افتخار مینمایند. سلامت و سربلند باشید. تشکر. مهمانان تاجیکستان و یک قرصکی بلند سمرقند بزنید. خوش آمدید هم. خوش آمدید. تشکر. دوستان عزیز پیش از اینجا شدن افغان ها قریب 5 سال مکتب که یک جایه اینجا آمده هر سال روز خاطره بگذارند. لیکن من همین 2026 خلاصه کردم که همینجا از سر نو آباد کنیم. همینجا از سر نو یک قبرستانی که یک کس درآمده همه وقت دعای فاتحه میکردگی جا شود. این تشبس از رئیس افغانهای دهه آهلیگ معلم استاد عزیزمان رجب اکرم صاحب نظر رو برآمده. تمام خلق آهلیگ افغانها این کسا دستگیری کردند. سخن برای خلق ما منتداری کردم. فکرهای خودشان را گفتم
و رئیس افغانهای آهنی قرصک زنتون رجب یکم شاید نظرتون تکمیل بکنیم. مرحبا. تشکر. شروع جدا بعداً وای کردن. من یک خودی من هیچ کار کردن نمیتونم. اینجا 18 نفر افغان بچهای ما شب و روز اینجا مهنت کردن، کار کردن، خدا ما کلان زدیم، خدا ما علف درویدیم، خدا ما خاک یک طرف گذراندیم. میدونید اونجا چقدر خاک ها بود. البته اینجا بسیار خراجات شدگیش هم گفتن ما در کار قریب 80 میلیون به نزدیک اینجا خراجات کردیم. اینجا به حصه های خودشان در یک ندانسته من سلیم یادگارов با پسرشان 140 کوادرات سنگ مرمر آوردن بی پول همتون. رحمتی کلان. امریکا بدگی فرزندهای آهنی $2000. اینا نگویم علاج ما نیست. اینا باید جدا حصه کلان گذاشتن. اسرائیل بودگی فرزندها $750. فیاضالدین من همینجا قریب 20 تن اسفالت رفت. اینا تشکلش تشکیلاتچیگی اونا فیاضالدین کرده این کارا روی بابر آمد. رستم یار محمد رستم آخه میدونیتون قبرستان پاییننگه چکل بالاشان نوید ارتزنس که آب بابر آورده یا اینکه من همینجا هم حصه کلان او که مایدش اسلام بیگ کشتش در آورد. رستم بیگ من مچتا مای آورد کردن و سر و بر شد. سهراب پسر همدم خدا رحمتی افغان من همی سنگای سیایی که قریب 5 میلیون نیست دادن همی چیزایی و ایسته خودش ابی غرزین با 500,000 سوم هم با یاردن با حصهش کوشش کرد. افغان های رایان سمرقند 1 میلیون آلیکیان جنبک مقدس 1 میلیون گذری پایان سرداری و وهاب بستانوف کدی 2,325,000 دوران جبارov 1 میلیون دمشقی آهلی رحمت اینام 1 میلیون بنیاد نمیدوف 900,000 وهاب اسراروف 500,000 هر زمان آمده خبر میگیری من امیر ها حیات استاد سنکو 500,000 فروخ ادوکت 500,000 جمعه صاحب $50 حضرت خود ارتیست حکیمام 500,000 کامل خالیکوف 500,000 تلمان نظرف 600,000 عثمان نکه بستانو 400,000 و بسیار اینا روی خط همه 98 نفر اهالیکیان من حصه از بغرض چت بودگی بچه ها حصه خودشان در یک ندانستن. افغان های اهالیک 17 میلیون. البته اینجا با سوارشتی کارم میتر چقدر رفت سوارکه با ما استاد جوغن ازدیم رحمت من بچه های خدا ما سوارشکا ما سفر بای شیرزاد اینا همه هر روزی همینجا اپلگوی تا بگونی هم آدم معلوم مراد خول من همینجا با مراد خول همینجا با باسیر همینجا با من همین هم مامان همینجا یک جایی من همینجا همین چیزا تشکیل کردیم. البته این ما همه خیلی فکر کردیم که در بالا گفتم جنگ دوم جهان و از اهالی از دهه ماهان 215 نفر جنگ رفتگی 215 نفر از همین 101 نفرش من الله مابین با 101 نفر همونجا با شهید شدگی. لیکن ما فکر کردیم این فکر میدونیتون می یک قسم حصه علی بیگ براتون هست ما پارسال شهر پنجگل رفتگی با همین چیزا دیدیم رحمت علی بیگ برامونجا فکر پیدا شد شهرزاد موان هم مامان همین مسئلت کردیم که ما هم همه خیلی کنه اینجا بود ما در بالا دیرکتر مکتب گفتن اینجا تدبیر ها میگذراندیم لیکن همین جای اساسی جای من همه خیلی شینم کردم و ما عهد کردیم ده این مسئله با قریب 7-8 ماه
همین کار کردیم مشغول شدیم. اخیراً اینکه فقط استاگی کار انجام یافتیم. چقدر تروبه رفت، چقدر متال رفت، قریب 2 تن زیادتر متال رفت. آرماتور قریب 1.2 تن آرماتور رفت. این همش خودش نشده است. البته دوستان عزیز، اشتاوری گفتم من 101 نفر من لوحی مابین با روی خطی که در همون جنگ دوم جهان شهید شدن همونجا. لیکن جنگاورانی که من 215 نفر گفتیم، همینا ماندگی ها 114 نفر قریبی که بود که از خاطر مردم فراموش شد. ما با شاگردان 6 تا 7 قبرستان اهالی با روی خط گفتیم. این من باوری نکردم. باز ارشیو حربی ارشیو مراجعت کردیم. حربی ارشیو من یاردمی من غیرت نظرف امیر کردی انا عزیز حلیم فقدی رفته همین ارشیو برداشتیم. حقیقتا این اساس شد مهم با من 114 نفر آنها را من این لافی طرف راست بودگی با گذراندیم. لیکن من حیات دوام داشت. از جنگ افغان با از دهه اهالی 35 نفر رفتن سفر برشتن. 35 نفر 2 نفرشون همونجا شهید شدن. این انا رحمان قل ابلاقولف شمسدین شرابوف آن بدانید. خدا رحمت شمسدین اتس که با آمادگیشان با خانه ما رفتگی گفتن که من روم وقت افغانستان بودم روم البته رجب باید ببینم گفتن. لیکن تقدیر همین خیلی شد که ما دیگری ندیدیم. بعد از افغان 10 نفر همینجا با از عالم گذشتن. اینها هم من لوحی دوم با نامشان زناندیم. من از خلق اهالی بینت دار خلق ما تدیلش که میگود من همین خامی ها ما من همین خیلی خامی ها نمیشد. اگر ما این کار که نمیتونیم 80% افغان بچه های من شهر بچه ها میگود من اینا حقیقتا شهر بچه ها پیسنی را پیسه چقدر بودگیشن کنتون میدونید. من همین خیلی خدمتی انمونا کردیم. خدمتی چت بودگی فرزندان ما کردیم. من همین چیزا بنیاد کردیم. من از حکومت وکیل همینجا اومدگی من التماس میکردم که من پشت پرده پیش یک اولش بازبین یک چی میگه قبول کرده گفتم یک اخلاق خانه شده ماندگی. اگر همین چیزا مهم با اگر میدادن من مهم با خامی ها ما هست. همونجا به یک جای جنتی اونجا درخت ها میکردیم. دستی مهم با تاریخ رایان سمرقند هست. لوحش کردیم تاریخ رایان سمرقند. تاریخ سبخوزی 50 سالگی امون ستالین. بعد از وی ستالین کوی بشب کلخوز شد. بعد از وی 50 سالگی استر شد. بعد از وی مهرآباد شد که رحمت صاحب نظر همین چیزا تشکیل کردن و مکتب ساختن و همه چیزا گرفته پروستان بعد و برادران خود ما گرفته آمده کلوب من هم خیلی مرکزیات مانده و یک تا وستانیت کرده همینجا و موزهی کردن ایمان خدا خواهد نصیب باشد. بعد از وی انا چی میگود دوزندگی یاد میدادگی استاگی یاد میدادگی من همینجا با جای کار تشکیل کردن ایمان یک 20 کس 25 کس با جای کار شودگر هم میامدگی زیارت میکند کارش بود میکند. اگر من همینجا با تشنده شده خورفته است همین اگر مهم اگر میدادن برابری من افغان ها خلقی از زمان من همینجا خامی ها ما من همینجا آباد کنیم درخت ها کنیم گل و گلزار کنیم. خود مقصد ما خود من همین علیه شهر سمرقند بودگی بر این کده همین خیلی کدنی ما از دولت پول نمیپرسیم. اگر یاردم تیان دیگه نمیگیم. سلامت باشتم. عجب بایکن تشکر. هر یک انسانی که برای من همین گوشه خاطر قبرستان ها خدمت کرده است از الله کرده. همه افغان ها با تشکر. دوم هر سال من میمانای پنجکین در بری همین جای خاطره مکتب اجده است. مکتب با زبان تاجیکی
حاضر رئیس همان گفتن از آهنی 2 نفر ژورنالیست مشهورترین تاجیکستان و ازبکستان، آنها دیاشون هم تاجیکستان آخوندگی، رحمانقل آبلاقلov کوچه مرکزی نامی همین کسب و دیومشان شادروان شمسیدی شراب. هر سال 15 اپریل بخشیده به خاطره رحمانقل آبلاقلov در روز تولدشان در مکتب 18 تدبیرهای معنوی میگذرانند. حالا من این سحرم استافت 3 کیلومتر تشکیل کرده برای خاطره 9 مای، برای خاطره و قدرشناسی. حالا اجازه دید از نام عائله آبلاقلov ها اینا بینید که پدرشان جنگ بزرگ وطنی به اشتراک کرده، رحمانقل هم شهید شدن، خودی مرادکم هم افغانستان برفته، دویم آردن زوزده طلجان مرادف آورده آهلی بسپاردگی بودن. امروز مسابقه دویدن با 3 کیلومتر با کمانده 11 ب قرصک زدتان من همین توفه هایم اسپارم. من 11 ب نمایندش مرادکه بیرکه جان یک تا قرصک زدتان شاگرد ما رحمت کلام استرام جان. جای دویم نصیب خوانندگان صنف 11 آبا قرصک زدت تکلیف بکنیم دیگه شما آدم دویدن 3 کیلومتر و دویم جای کتگی رحمت آفرین مرادکه رحمت شما با یک صنفی داریم 31 نفر خوانندش هست جدا فعال یکم جای گفتگی دهم آبا قرصک زدتان آفرین جنگاوران بین الملل خوانندگان صنف 9 آبا من همین بچه ها تکر آمده مرحبا 9 توی افتیر مرحبا آفرین مکتب 18 خوانندگانشان میخواهم با شعر و سرود امروزه تدبیر را خشنود گردانم. قرصک زدت نوبت و خوانندگان برها صد سلام بر شما ای دلاوران، پاسداران شرف نام آوران. ما به یادتان همیشه زنده ایم، با شما روشن است این آسمان. السلام علیکم محترم اشتراکچیان گرامی، سابقه داران جنگ، مهمانان عزیز. امروز ما در این جمع آمد با شکوه با افتخار 9 مای روز خاطره و قدرشناسی گرد آمده ایم. این روز رمز احترام، سپاسگزاری و عرضگزاری به قهرمانی و فایده‌کاری آن نفرهایی است که برای صلح و آزادی جان خود را دریغ نداشته‌اند. با کمال احترام و افتخار ما جنگاوریان اینترناسیونالی صمیمانه تبریک گفته با اینها عمری دراز به عائله صمیمانه خود سوئیش می‌نماییم. امروز وقتی که ما در فضای صلح و ثبات زندگی میکنیم باید همیشه در یاد داشته باشیم که
این نعمت بی‌بها با چقدر زحمت و قربانی ها به دست آمده است. وظیفه ما پاس داشتن این سو احترام گذشتگان و تربیت نسل جوان در روحیه وطن دوستی می باشد. باری دیگر همه شما را با این روزی مقدس تبریک گفته به خاندان هر یکی شما خوشبختی، آسایش و برکات تمنا داریم. روزی خاطره و قدرکنی مبارک باشد. Çaman istemezyen ta sahrasıdan kelmaydi beri Ahır Çaman istemezyen ta sahrasıdan kelmaydi beri Ahır komsar yongan şu avlod ne qilsa ham uning vatani Şu bir yan boqchalik bo'lmasa bolam dema vatanim meni Şu bir yan boqchalik bo'lmasa bolam dema vatanim meni Sen ağlanar aytgan, eshigim sen kuzatib ichgan Eshigim sen ağlanar aytgan, eshigim sen kuzatib ichgan Har balodan avaylab asrab erkalatib gaftida tutgan Har balodan avaylab asrab erkalatib gaftida tutgan Xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni 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 Sakın beni şaşma kavları, çargakları, sarahbarları Savlatiga dünya başıyken Samarkandı Bukharaları Fakhrim mening shosh maqomlaring, jabruhlaring sarafborlaring Savlatiga dunyo bosh etgan Samarqandu Bukharaları Kalbini bilmasam seni bolam dema vatanim meni Kalbini bilmasam seni bolam dema vatanim meni Xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni Xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni Büyük safar boşladın bana Halkadan da kıldın tantana Büyük safar boşladın bana Halkadan da kıldın tantana Farzandların başın sırayan Senden yurt görmedim yana Farzandların başın sırayan Senden yurt görmedim yana Hayal kadrin bilmesem seni Bolam dema vatanim meni Hayal kadrin bilmesem seni
ز عشقی وطن جوش دارد دلم، به حرفی وطن گوش دارد دلم. وطن را بنازم مرا در کنار، چو مادر گرفت و نمود بختیار. محترم مهمانان عزیز، اکنون نوبت را بخشیده به شعرهای وطن می دهیم. این قناعت برادرم، برادری به جان و دل برابرم. به دیده نقش روی تو، به گوش گفتگوی تو، هنوز از دماغ من نرفته است بوی تو. به جای دور می رود دلم همیشه سوی تو. شدم کلان و آمدم کنون جستجوی تو. برادرم، برادری به جان و دل برابرم. زمین اوکراین را زی سر و بر قدم زدم، به هر دیار در زدم، به هر مزار دم زدم. زی لوحه های مرمرین به هیرس جستم نام تو. بیکافتم نیافتم نشانی ناعیانی تو. برادرم، برادری به جان و دل برابرم. زمانی کودکی من تو از همه کلان بودی، میانی اهل ده ما تو جوانی پهلوان بودی. مداری سایبان بودی، چناری خاندان بودی، ولی زی خاکساریت به چشم ناعیان بودی. برادرم، برادری به جان و دل برابرم. بگو کنی مزاری تو، کنی مزاری خاکساری تو. دم افتادی بر زمین کی بود در کناری تو، کی بود در نگاهی تو، در چشم انتظاری تو. برادرم، برادری به جان و دل برابرم. برادرم، برادری به جان و دل برابرم. شعر درباره قابل جان که شهید شد. باز یک اختری تابان شکست، از سمای و آسمانی تاجیکان ناگهان شد چون روان عهد. غرور و مرگ و به نشان و به نشان، چون نهالی سبزی تر بشکستکش. قابل جان را یک پلیدی به ایمان، بر سری تابوتش آسمان گریه کرد. برف و بارانش بریخته بیکران. این چه روزی سخت است ای آدمان، ناله ای پیر و جوان در هر مکان. حال خلق ما شد سخت‌تر، از غم و اندوه ابتر بیخبر. خلق و رفتارش به ما بیگانه است. شعر پسری رحمانقل آبلاقولوف، منوچهر آبلاقولوف که بخشیده به پدرشان خواندند. دلم گم میزند گاهی به یاد چهره ای گرمت. سرم را سیله می کردی کجا، بصیری من کجا دیدم پدر جان مهربانیت. تو را در خواب می دیدم قد و بست و جوانیم. به روح مرکدت هرگاه گل و گل دسته می مانم. گل و گل دسته تازه پدر جانم، پدر جانم. بهاران لاله ها گردند زی خاک منزلت بالا. همه سرخند از خونت ولی داغ به قلب ما. دوام عمر تو مایم، خزان شد گر بهاری تو. فرزندانی جگر بندت همیشه پاسبانی تو. به نامت فخر داریم ما پدر جانم، پدر جانم. روحت شاد بادا الها. ای وطن جانم، وطن جانم، وطن قبله امید و ارمانم. وطن
سنگ خارایت برایم گوهر است، من بگیریم از برایت ای وطن. کوههای سربلندت لاله‌زار، آبهایت همچو قلبت بی‌غبار. مردمانت صاف دل و خاکسار، 4 فصلت می نماید چون بهار. ای وطن جانم وطن، جانم وطن. زندگی باقی است یاران می روند، در شماری بشماران می روند، تا گل خندت بروی عاشقه، از جهان همچو گلزاران می روند. شعری حبیب یوسفی. وقت آن است ای قلم برنده تر گردی ز تیغ، وقت آن است ای سخن غرنده تر گردی ز برق. تا به دشمن حمله آرم ریشه اش بوری ز بیخ، تا رسی منحوس انچر را کنی بی شاخ و برگ. یک جهان عشقی وطن دارد دلی خلقی عظیم، تا وطن را دوست دارد تا ابد. 100 جهان نفرت هم از رب بحری رزیلانی فاشیسم، تا فاشیستان را کند با نفرتش گور عاقبت. چون وطن مردانه بر جنگ آمده است امروز، من این وطن را بیش از هر وقت دارم دوست‌تر. بین انسان چون پردل و فیروز من، داردم امروز از هر روزه یارم دوست‌تر. آن نه من باشم امان بدهد به دشمن مشت من، آن نه من باشم که این دم در فکر کاری دیگره، آن نه من باشم که روزی جنگ بینی پشت من، آن منم که اندر میانی خاک و خون بینی سره. وقتی آن است ای قلم برنده تر گردی ز تیغ، وقتی آن است ای سخن غرنده تر گردی ز برق. تا به دشمن حمله آرم ریشه اش بوری ز بیخ، تا رسی منحوس انچر را کنی بی شاخ و برگ. Dillardan zulmatni quvaydi biyongan, Navoiy qalamin yoradigan chiroq, Hazrat sohib qirol tuzuklaridan kuchuk fikrlarni yoradigan chaqmoq. Ona tumorisining shonli qismati, Jaloliddin tig'i taratgan jarang. Balki bu yurakka sig'masdi bo'lmaganda xalqim sening xotirang. Bobo, tabrik میکنم امروز روز شما. بهار آمد ز عمرم باز یک سالی دیگر بگذشت، تمام زندگی آهسته از پیش و نظر بگذشت. به مثل گوشت و ناخون همیشه با وطن بودم، اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. تابستانی سال 1941 وزید از مغرب تندباد شدید یک، به حکمش چون سیلاب با تلاطم تمامی اروپا در وهم تک تک. این بود تقدیری ازل ای عزیزان، بشد آمیخته هم کفر و ایمان. ایا ای شیر مردانی ده شهنام، نبرد با اهریمن کرده در ایران. نموده برای یک خطره خاکش و هم باشد سلامت. اگر از گریه کردن آب می شد دلی من بود، به سیلی عشق می شد غرق منزلی من بود. اگر آسان نمی گردید مشکلی من بود، به سیلی موج دریا مانده ساحلی من بود. اگرچه مردن فرزند را در جنگ دیدم من، اگرچه بارها بیگانه دل سنگ دیدم من، نمردم گرچه با چشمم اجل هر رنگ دیدم من، حیاتی آدمی را هر جنگ دیدم من. شعر ظاهری شهنانی
درد دل. این چه روزی سخت است ای دوستان، دشمنی کرد همزبان بر همزبان. از ازل ما یک تن و یک جان بودیم، کشته شد با مکر دشمن دوست جان. ما شده بازی ای دستی اجنبی، بی نبی و بی نبی و بی نبی. بر دین و آینه ای ما سخت رخ نزد، کرد همچون هم مایوس هم منقبیس. چند هزار پیر و جوان و کودکان کشته شد در این نبردی به امان. آزوزه مادران رفت بر فلک، سوگ داشتن هم ملک هم آسمان. چشمی عقل را باز کنید خلقی عزیز، تا نگردیم هم مایوس هم منقبیز. جهد نماید تا نشان ماند زیما، اهل فارسم هیچ نگردد منقریز. بگذرم چون از جهان یادم کنید، در کجایی گفتم فریادم کنید. بعدی مردن تا نگردم بی نشان، ذکر خیر دوستانم شاد کنید. دوستان عزیز، در ساعت 11 همین عنعنه در دهه آهنک در مکتب رقم 30 دوام میکند. بخشیده به خاطر جنگاور اینترنشنالیست شمس‌الدین شراب و خاطرشان در انم جمع خیلی تدبیر تشکیل کردگی. امروز باز یک بار دیگر تاکید می نمایم که خاطره بزرگ است، به خاطره آینده نیست. برای همینم امروز همه انسان هایی که من همین گوشه را آباد کردم، روح و ارواحی من همین های برای شاد کردم حصه گذاشتم، یک جهان تشکر میگویم برای جوانان آهنک، برای خلق آهنک. در آینده این گوشه یک گوشه احترام، یک گوشه خاطره می شود گفته نیت می نمایم. مهمانان عزیز، من از نام تشکیل کنندگان انجمن پیش از همه و مهمانان تاجیکستان و همه شمایان برادرهای عزیز جنگاوران تاجیکستان خوش آمدید. نور دیده تاج سر میگویم. برای مهمان ها یک قرصک بلند زنید و سمرقند باستانی و دهه آهنک شما سلیمی جان شما هم آتان میشناسید، شاگرد همین مکتب. من آمده حاضر شما کدی باز سلام علیکم میکنم. سلیمکه خوش آمدید. محمدکه هم یکاتان به مهمان های افغانستان، اشتراکچی های جنگ هم آتان خوش آمدید. آمکه جان رحمت کلام امروز آهنک حرمت کرده آمدید. همه مهمان های امروزه آهنک ما خیر مقدم میگوییم. با دقت اشتراکچیان جنگ افغان حاضر بعد از اینجا برآمدن راست میریم رحمانقل ابلاقل و نیمپیکرشان و گل میمانیم ما اونجا برآمدن مکتب 30 میریم. امروزه انا همین میتینگی تنتنوی را پوشیده گفته اعلام میکنیم. گلها مرحمت گلهاتون مانیتان میشد. رحمت کلام شما با Karim Soda. Kaç icra? غم چشمان پدر را
نه تو دیدی و نه من بغض آریان پدر را، نه تو دیدی و نه من. سالها رفته ولی زخم دلم خوب نشد، زخم دستان پدر را، نه تو دیدی و نه من. دلش آتش کدایی بود که دائم میسوخت، آه سوزان پدر را، نه تو دیدی و نه من. شرم سارم که نشد همدم دردش بشمه، که غم نان پدر را، نه تو دیدی و نه من. کاش میشد بزنم بوسه به دست شب و روز، پای لرزان پدر را، نه تو دیدی و نه من. خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، چشم گریان پدر را، نه تو دیدی و نه من. نبيف ناسي مكة ناسي ناسي مكة همش هم بايرام تبريك
سرگرم برای همینجا با مازی بلندی و مقامات سخنی بود که آهنگی مقام و دمی شاهانه همینجا شاه بچه ها شمایا دوستان عزیزم و درگاه ما و دیگه زیبا منظری آهلی همه که شما را خیر مقدم میگویم خوش آمده رحمت همین فرزند نیک آهلی و نظرف رجب بایک جانم یک فرزند برای همین به این شهر بچه ها اشتینه؟ با این شهر بچه ها من اشتینه؟ هم تو رجب بایک جان هر یک کار سر و سربر دارد هر یک کار سر و سربر دارد منو بینید از رسپوبلیکای برادری همه دوستای جانی ما حکای علیپو یک چند دوستای جانی ما امروز برای دیدار دیدن آمدن هم یکاتون به رحمت خدمهای مانده شما نوری دیده و تانیسن بروش بلند شدم و رفتن بگیریم اینجا بروش بلند شود برای همین من برای همون گذشته ها برای خاطره رحمان فلکیم برای خاطره شمس‌الدین حکیم مصرع‌های اسماعیل جان ظریفی امروز زادروزشون اگر خطا نکنم امروز زادروز یعنی دوستی عزیزی ما من از هم مصرع‌های همون آدم یک تا سرود برای شما خوانده بعد مرگم دوستانی من به قدرم میرسند اهل بیت وارثانی من به قدرم میرسند می نبشناسند قدرم را به هنگامی حیات هم دهانی مهربانی من به قدرم میرسند چون به محفیل خالی ماند کرسی بنشسته‌ام چون به محفیل خالی ماند کرسی بنشسته‌ام حاسدانی ناتوانی من حسدخورهایی که از کفای من و شما حسد خورده می‌گردند حاسدانی ناتوانی من به قدرم میرسند روی قبری من چو گردد سبز پوش و لاله‌زار روی قبری من چو گردد سبز پوش و لاله‌زار یک به یک آن دشمنانی من به قدرم میرسند یک به یک آن دشمنانی من به قدرم میرسند من فروغی ماهمو باشم ولیکن زیر ابر هم زمین و هم زبان و هم زمانی من به قدرم میرسند یه سالی ناورده بایست ای ظریفی با قلم افشا کنم اسرار خویش ای ظریفی با قلم
افشا کنم اسرار دلبران و دلستانی من به قدرم میرسند بعد مرگم دوستانی من به قدرم میرسند اهل بیت و وارثانی من حاسدانی ناتوانی من یک به یک آن دشمنانی من به قدرم میرسند استاد سلام علیکم سلام علیکم رحمت علیکم و سلامت مردم گویان به هیچ خواهی ای بی خبران ای بی خبران به هیچ با دوست نکست برای دوستی دو داور برای دوستی خلقای حضرت حکیمم یکی میری بھائی سلام کرو بھائی حضرت حکیم یکی از ای آدم زور یکی از کل بخونه که تو بخونه سازش فلوری آرمی چلون برای همیشه ما نه کمپوزیتور نه شاعر نه سراینده هستم لیکن استادلوکی که بین همه میگذره همه اثر گذراندگی و یکتن نویسندگی همه خیلی همین میخونم بود استاد بود مادران ما از دیار افغان آمده از برای دیدن یاران مهمان آمده آفرین آفرین وقت
که رفتم مادران در خانه تا خط کردم عکسی ما بر چشمشان با خط نمایان گشتم عکسی ما بر دیده ها با خط نمایان گشتم گوش دارید دوستان با وفا خدمتی ما میگذشت در هر کجا قسم اول خدمتم در اوکراین با چند دیگری در شهرهای با چند دیگری در شهرهای ترکمن قسمی آخرش ای دوستان میگذشت در چول و کوه افغان بس هم یرا کانم بسی نابود شده با چند دیگری مجروح شده با چند دیگری به نام شدم باز ما بر تاجیکستان آمده بر دیاری نازنین زادگاه هم آمده نزد مادر نزد خواهر نزد دادر آمده هم برای دیدنی جانان مهمان آمده این جانان همون همسرایی که همسرای یکموری ما بودن همون پیش هم تن صحت خاطر جان دل بیغم الهی همه 126 ساله شوید سلیم جان اینجا شوکیه یک بینو سلیم جان اینجا این جیان رشته اینا گفتن که اپاراتور بیاریم گفتم اینجا جانی اجرا میشه اینجا اپاراتور رو تون میکروفون در کار نبودن Ahora
Ne gösteriyor durmuş? Tebrik dost sana ey dost, ey dost, ey dost, ey dost. O namit şudravana ey dost, ey dost, ey dost, ey dost. Deres ki teli çaşmi khushan Dorat badilam işara ey dost, ey dost, ey dost, ey dost. Rayoni Samarqandda maktab ishimizda 40 nafar azobxonaston memur oldi ki. Ya memur maktab vardı. Hay çişut ve peşas ve boğuri sütü şunu ki muallimin maktabi rakibi işimizda Salimjon Uyonsu. Ya sürüdme konuşuyor oldu. Sonra Ustoz Salim Kestanu
Ama Gurguş Sürüdü ama doyur usta ey sorbunu sadece kıladı. Yakı bulunduk ama ey sorbunu ondan hafkurduk devona şurada. Abi bir hafkurduk kurgu. Sonra yak şurada. Yoksa hikmet yok. Yaktı sürüdü ben kuladı. Bas bu verir. Sonra hikmet yaktı sürüdü konu kurumda rastladı. Mali mi makta? Ako hafkurduk mevcut ki bu khurok bana verir. Ama mali mi diyor. Bu yakta Abi hiç ayaktan buradayım ben kimse görüşüyor. Abi Avrupa mevcut. İl mevcut değil. Hoğutu zamini de mevcut. İl bir sürü. Bana insan tarihi aşılar ondan da korkuyor. Abi o salma mevcut ki. Abi ya sonra bir bu kontrol ediyor ama şimdi oradan ders gidiyor. Yak peki sorunu konuşuyor. Hoş geldin çok güzel. Manolay aziz ama Romada hafizi kardar yine yak hastalık Allah yak nimet istiyor dağda geçiyor. Bisiyor kas havas mekunat ki hafiz şava. Mardak dağda yak nimet istiyor dağda zarhaqi مادران وقتی که شما جوان بودید نبره های مجردی به یک خاندار نبودید مجرد بودید شما وقتی که افغان رفتید در دل مادرها غلغله بود آیا فرزندی من می‌آید؟ آیا فرزندی من نمی‌آید؟ پدرها شمایان خورشید حیاتی فرزندان لیکن همین نور خورشید این مادرک‌های مهربان ما کسی اگر من می‌دونم بسیاران سال و گیفتگی پدر بای دادگی مادر بای دادگی اگر اینجا بعضی اگر مادرشون انسان‌های کبیر اینها انسان‌های کبیر لیک ما جوان‌های سریع انا سرود برای همون مادرک‌های ما من یک سرود خوانده میکنم برای مادرک‌ها زمین آسمانی من توی مادر توی مادر جهانی به کناری من توی مادر توی مادر در این دنیای بیرحمی به مگریست که بنیادش یگانه مهربانی من توی مادر توی مادر با دو چشمی خیره بین نوری کوهستان مادرم شعله از آتشی
آتش پرستان مادرم موج مویهای سفیدت از سفیدی دل است با همه پژمردگی سامان روزگار مادر بسیار زیبا تشکیل شد معلم و منظم بودن همین بسیار عبرتناک این من همین جمع‌آوری همین جمع شده که یا همین خاطره گذشته‌های تشکیل کرده تشکر دوستان عزیز من گفتم شما گفتگی من بگم مهمانlar davlat tili bakanlaridan Tojikistondan chiqar Tojikistonga jo'ro aka goro man bistirim Afg'onistonda xizmat qildagi man ham 62 soat 80 soat raftagi man prezentatsiya oktyabrskiy 83 omdagi omdagi paymasoni 29 man و یا بعد اون چیزی همونجا گذاشتگی برای همین خیمانه و یکمت یک بسه هفت همین دوست بستیلوه من اما 7 سال به صبح داد من دولت با کم کار کردگی چی باشدم 7 سالی و این کمت کردی و کمتر 5 سال هم بودی من مثلا خدا شکر اما 1 میلیون که ایدامه که بردم من حاضر 2 میلیون زیاد آنیکم دوستای عزیز هوای محلی ساختن شده اصلها اینجوری علاقه با علاقه فرهنگی ادبی دوستی سمرقند پنجگیر دوام کردیم در موبایل بعضی تنفس‌ها شدگی باشد شدگی لیکن خونم و دوستیم و بردوام مستحکم دوام کردیم من این نشانه این روزش مثلا یک گروه دوستای پنجگیری ما یکم بردیم علی جان سرداری علی جان رفتی یک چند مراتبه ما دوستای پنجگیری دشمن کردیم در دوره گازیتا رایون در شهر ملوخوت ها صحبت بسیار عجیب شده لیکن یک دوستی از ما آمودینایی گذاشت görüyor bana bir işte hoya konudura Karsan doktor diyor ki yok diye zargı yardım olma o bakan bir oluşunda o kaçıyor bina İmoşker in anana hoya davulda da olmadı ve inhok imbadan davul ki Şuname bunları taşakor Ali Coş Morası yaşadığındaki Göstoy ki navuzda baba savunma imbadan Bokdo kanabatta yer deriz دوستان عزیز ای دوستان عزیز من امروزه در میدان موهان این چیز این فکر این فکر از کنسکت پیدا شده دوستان عزیز علی یک موضوع برای دوست عزیزم اونجا برای همین خیلی افندیک تشکیل داد یک چند نفر مدرعی نزد گذاشتیم اونجا پریزیدنت باری لیکن durgun mu? Hayal kuş gerek. Yaşı çok elinlerde usulda telegramda yazıyor. Ana şu gibi uçun. Barcha do'stlar jam bo'lishdi. Birgina ayol kelmadi. Davlatul
dostlarımdan dildar dostlarımdan men uchun to'lmas ko'ngil chunki ul yor sevgisini aylab inkor kelmadi qisqa qil she'ring ne'mat yozmagin yig'lab g'azal dilga ilhom keltiruvchi birgina yosh kelmadi dilga ilhom keltiruvchi bitta dildor kelmadi barcha do'stlar jam bo'lishdi birgina yor kelmadi davra to'ldi do'stlarimdan birgina yor kelmadi Дорогие мои, такое место, как Афганистан. художник один, дорогий и холсты, но он актрису любил, ту, что любил цветы. Он тогда продал свой дом, продал картинки и купил миллион алых роз. Миллион алых роз. Из окна не вишни, кто влюблен из слез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы.